امروز حیات ما مردم تاجیکستان با یک قصه از دوران جنگ دوم جهانی خیلی شباهت داره. سالهای جنگ جهانی دوم در اروپا، بخصوص در آلمان، وقتی که هیتلر یا اینکه گیتلر تمام مردم میکشت، از جمله یهودا را، یک مردی آلمانی یک یهودی را با عائلش در خانهش بجا میکنه، پناهگاه میته، از نازی ها پنهانش میداره. اون یهودی یا اینکه یوره خیلی ثروتمند بود، خیلی پولهای زیاد داشت، خیلی بگیم که مشهور هم بود و یکی از سببهایی که این آلمانی او را قبول کرد و جاش داد در پدولی خانهش برای همون پولش بود، برای ثروتش بود. خلاصه از این بین چند سالها میگذرد و یک روز همین مردی آلمانی خودش گناهکار حس میکند و میخواهد توبه کند. میآید یک کلیسا، با همون پاپی همون کلیسا میخواهد وا بخورد. خب بالاخره پیداش میکند، از دستش میگیرد، میگه من میخوام با شما در تنهایی صحبت کنم. خب میبرش یک آفیسش یا اینکه پهلوی کنیسا در یک پرهک. مردک عرض یا اینکه شکایت و درد دل خچه میگد. میگه پاپی محترم، میگه من یک گناه خیلی بزرگ کردگی هستم، آیا خدا مرا میبخشد یا کی نه؟ میگه چی گناه کردی؟ میگه من در همون جنگ دوم جهانی یک یهودی را، خودی مرد مسیحی بود، میگه من یک یهودی را با عائلش بجا کردم، پنهان کردم تا اینکه نکشنش در پدولی خونم. خب بعد این مسافدی مولا یا اینکه پاپ میگه هیچ گپ ندارد، کاری خوب کردی، برعکس ثواب گرفتی. بعد میگردم میگه که نه، این مشکلی نبود، از این دم وزبینتر. خب میگه چی؟ میگه او خیلی ثروتمند بود و او پول و مولی که او داشت مثلا دلی مرا هوایی کرده بود، از همون پولای او استفاده میبردم. مثلا که برای جا دادنم کرایه میگرفتم، از اون ماهانه پول میگرفتم، برای خوراکه و نگهبین کردن او هر چیزی که میدادم چندین مراتبه ها قیمتتر با او را میفروختم همون چیزا را. بعد میگه برعکس کاری خوب کردی، ثواب گرفتی. خب پول گرفتن که مشکل نیست، خب دیگه در عوض یک چیز من مطمئن هستم که خداوند تو را میبخشد و کاری ثواب کردی. بعد مردک دوام میده، میگه اصل قضیه باز هم این نیست، اصل قضیه بزرگتر از این است، یک گناه دیگر است. میگه چی؟ میگه از جنگ دوم جهانی اینک 60-70 سال شد گذشته است، من تا حال او را خبر نکردم که جنگ دوم جهانی بوچیدگی است. آیا خدا مرا میبخشد یا که نه؟ فهمیدید دوستان عزیز؟ 60-70 سال شد که همون یهودی بیچاره ولی چند تاش مردن، شاید فرزندای او یا که نبیرهای او در همون تگ پدول همونا را مانده است، هر ماه از او پول میگیره و همین قدر او را خبر نکرده است که جنگ دوم جهانی کیها بوچیده است. بیچاره را بیرون برآمدنی نمیمونده است، فقط در همون دهشت و خوف و همون فضای جنگ دوم جهانی او را نگه داشته فریب کرده است که حاضرم جنگ بود نشده است، حاضرم یهودی کفته ایستادن، حاضرم یهودی کشته ایستادن، حاضرم دنبال شما هستن. بیچاره 60-70 سال عمرش در تی همون پدول است. مقایسه میکنیم با رحمانوف امروزه و تاجیکستان و رژیم امروزه. از جنگ، از استقلالیت کو اینا 25 سال
26 сол шид мегзарад. аз ҷанг хоб ин 17-18 сол шид, қариб тай 20 сол шид мегзарад. ҳозира мардума дар ҳамун фазо қарор додагӣ аст. ҷанг амин гап назане ки ҷанг, амин нафас накаше ки ҷанг, эътироз накне ки ҷанг, як раиси маҳаллара масалан ки камбудиша гап назане ки ҷанг, хоб муҳоҷират ҷанг. ин амин 25 сол шид ки мора дар ҳамун фазо нигаҳ дошта шудааст. ин як қисса буд дӯстони азиз ки воқеан ҳам мутаассифона ба мусибати имрӯзаи мо хеле шабоҳати калон дорад.